باشه که همون شرایط خدمت خوب کن یا میا بچهش مردهش میا یا اینوالید میا فهمیدی بعد سالم فیصد نمیگرده یک چند تا در یک سال گفتن 60 چند تا معیوب زدگی و مردش برآوردن. 60 چند تا ای معیوب تو زدگی مرده و ایسوسه این کی رکوردی تمام جهان هم میزنی تر موی گوانتانامو داشت. مگه این دیوانگیه؟ علت این مسئله هم در چیه؟ علت این مسئله هم راه پروردگار را انتخاب نکردیم. برای چی در ارتش، کارخانه ها، کارگاه ها، اداره های دولتی نماز خواندن، عبادت آفریدگار ممنوع باشه؟ برای چی ما رو گردوندیم؟ ارتش چی؟ ارتش برای چی من در ارتش عبادت نکنم؟ من ارتش رفتم تمام خدا خطی قهری کنم؟ این که غلط کردیم. این که غلط کردیم. این در گمراهی جاهلیت رفتیم. برای یک دهن نون شدیم ما. برای یک دهن نون ما گمراه شدیم. یک دهن راست نون سامانی هم باید خدا رحمتش کنه اونم مرد رفت چی شید؟ هیچی دیگه و دیگه و تمامی پادشاه ها همین قدرت کردن، همین مثلا پادشاهی کردن، همین مثلا چی داشتن؟ هیچی. آخرش چی؟ اسلام کریم فهمیدی که چی خیلی مثلا دیکتاتور بود. پس چی شید؟ آخرش چی شید؟ اما آخرش مرد گپ مونده. رفت مرد رفت هیچ این همین مورم باشه. من که مخالفت به این ندارم، پروسه من دعا میکنم که پیغمبرم میگه که برای دشمناتون دعا کنید. من دعا میکنم که هدایت یا در اصل در نادانی و گمراهی پروردگار میگم من پرده میزنم در چشماشون نمیبینن، حق باطل میگم، باطل حق میگم، دلشون در مهر میزنم. چنون پروردگار انسان را ریگلوف که میکنه که حیران زور میشه. اگر تفسیر وقتی میری کو تو حیران میشی تمام آیاتو گره میخره در سرنوشت این مینه همین توجیکو دمو هر نه یک میگه آیات سوره گره. بقره سومم بکن امیون فهم لا یرجون تفسیر من اهمیت میتیم گوش میکنم باور حیران میشم. گیریم میبیه گیریم اینم پش میتنم میخزم میگه که این حکومت ما را بین در اصل مردگیه. این مردگیه فقط در لباس زنده ها است. شما 100% باشه حکومت ما مردگیه در لباس زنده ها است. درسته که بنور اسلام یهودی را میبینی کو 100% کفالت میده، قطعی قسم میخوره که من بهش میرم، لبوی قرآن را میخونه، لبوی اعتقاد داره به خداوند. بسیاری مسیحیت یهودیت دیگه دینو را اگر روی را اهمیت کو این همین مثل همین، چون که عقیده ها خرابن اینجا. ده عقیده ها خراب، عقیده قرآنی نیست، عقیده گفتگی مثلا روح پروردگار نیستن. اینها استفاده بردن. بسیاری آیه ها گره میخورنده در مسیحیت، یهودیت. این همین رفتاری که حکومت خدمت داره همینا رو هم همون از یهودیت، مسیحیت، همینا همین خیلی همه اینا جنبس میشه. بسیاری آیات ها در گره میخوره همین رفتار همینا. برای چی من در حقوق یک از تجاوز کنم در دنیا؟ من پادشاه جهان باشم حق حقوق ندارم که یک کس اگم که ترشته تروش، چون که وای فرشته بالا در نزد پروردگار. من پادشاه دنیا باشم حق حقوق ندارم. این که دیوانگیه. تو چه دیگه این انسانی که حقوقش به حقوقت برابره میگه رشته تروش؟ الماس بله بله همسایه. همه جای در سر کل صفحه او کل دیدم کل ایوبه کی بود ایوبه گلگون گودرگون ما میخونه ده. ایشالا بدن دست خدا خوب میشه و همش خوب میشه. فقط دعا کنی. درسته که باید درک میکنن که ما پرفیم، ما مسلمانیم. در اصل اگر اونچه که پروردگار میگه باید تحلیل بررسی کنی ده ها سال، در اصل باید شکایت کردگی هم. در اصل باید در گمراهی قرار دارن. انشاءالله با امر از خدا خوب میشه. همش خوب میشه. ملت تمام ملتی که 95% در سردرگونی و در بدبینی حکومت انشاءالله همش خوب میشه. دوره میشه میره انشاءالله. ما فرزنده رو تربیه کنیم هوایش میمونه. او در حق همه دعا کردن در کار که همه مثلا چی شد تیم بوله یه بچه. من در همین حیرانم که برای چی من اکا و دودر خدمت تروریست اعلام کنم. من در یک طبق نون خوردگیم با همون قوم یک جا شیشتیم نون خوردیم، معرکه ها شیشتیم با همون قومی که همه قوم خدمت برادر اکمه. در نزد دیگر ملت ها، در نزد دین های یهودیت، مسیحیت، بودیسم، داوسیسم، هندویسم، کالدالی همه رفته. در نزد تمام دیگر دین ها من ملت برادر خدمت تروریست اعلام کنم مگر این دیوانگی نیست؟